سلام بچه چطورید؟ ناصر هستم و خیلی خوش اومدید به یک لیتس پلی از بازی تکن 8. بچه همونطور که نمیدونید یا شاید هم میدونید، تکن اومده یه دمو از نسخه جدیدش داده و امروز قرار بریم یه لیتس پلی از این بازی بگیریم، چیل کنیم، یه خورده بازی بکنیم، حال بکنیم. اونجایی که همتون میدونید من بین بازی فایتینگ تکن خیلی دوست دارم. چرا؟ الان با دلیل بهتون نشون میدم. دوستان اون بالا رو دقت بکنید. من هولوش 41 از 43 تا تروفی بازی تکن 7 رو گرفتم و یه دونه تروفیش مونده که اونم اینه که نوشته باید بری 50,000 تا دمیج بری داخل پرکتیس مود که اونو بگیرم بازی پلات میشه. اینو فقط اومدم بهتون نشون بدم که بدونید من چه تکن پلی هستم. حالا رنک آنلاینمو نمیگم و خیلی هایپم ببینم گیم پلی چه تغییری کرده. بریم با هم دیگه ببینیم. لایک و کامنت یادتون نره من که بدون معطلی لیتس تکن 8 پشما دمو. اوکی بابا ردیفه، هر چی تو بگی ردیفه داده. یا حسین اوکی. چند تا کرکتر گذاشته برای بازی کردن؟ فکر کنم بچه یه هفته رو پلی استیشن این دمو، بعد رو پی سی و ایکس باکس هم میاد، میتونید بازی کنید و رایگان هم هستش. یا ابوالفضل طبق معمول جین کازاما در برابر اسم این چی بود؟ یا حسین. اوه این تو تریلرش بود. جین کازاما چی بود اسمش خدا یاد؟ میکازاماشی همچین چیزی بود. کازویا میشیما یه همچین چیزی. کازویا میشیما بود فکر کنم. یا اول نه تریلرش هم دیدیم. تو خیلی گرافیکش کات شده. پشمو خیلی دوست دارم سریع بریم تو کازویا میشیما. بلند شو پسر. پشمو خوچی خیلی تریلرش خوبه. اینو فکر کنم 3-4 ماه پیش 5 ماه پیش تریلرشو نشون دادم. الان دیویل جیم میشه. دیویل جیم شد. اشما زور اوجی یا خدا. تکن 8 let's go baby. برو بریم ببینیم که چیز آشی برامون پختن. یا خدا. ببین مثلا هیچ کدوم اینا برام مهم نیست، فقط برام مهمه که کاراکتر لا وجود داشته باشه. من مین کاراکترم همونه، اگه وجود داشته باشه خیلی خوبه. یا ابوالفضل چقدر خفن منوش. بازی بهمن ماه بیاد. بهمن ماه بچه بازی میاد 8 بهمن، 2 روز بعدش تولد منه. میخوانم اون موقع کیا میان چیز کنم برای من بازی بخرم. خب ما که استوری مود نمیریم، یه خورده پلیر یا اول چیز بریم استوری مود بریم ببینیم چیه. او اسپیشیال دمیج میگه با الیه که با مربع که حرکات بابا اینا رو میدونن. آره بریم. اوکی داداش بریم. برو داخل ببینم چی قراره ببینیم. داستان میشیما رو میخواد نشون بده. این داستان قبلیه بابا. اینا رو من میدونم داداش. ما رو بر داخل. ایزی مدیوم هارد. مدیوم میریم. هارد هم میتونم برم فکر کنم. بالا هارد میریم، اگه چیز شد عوضش میکنیم. چپتر 1 Evil Stars Collide. زیرنویسش هم فکر کنم فعال نکردیم. من بچه ولی داستان تکن اصلا نمیدونم چی به چی. اینو بگم همین الان بهتون اصلا نمیدونم سر چیه کل این دعواشون. ولی هیهاچی میشیما. میخوام من هیهاچی میشیما رو بگیرم.
اینا تو قسمت قبلی هم دنبالش بودن، نمیدونم سر چی. یا ابوالفضل شهر شد انقدر به چوخ رفته. اوه حسین جین کازاما رو ای هاچی میشیما، ای هاچی میشیما رو من همش قاطی میکنم. پیرمرد اسمش هاچی میشیما بود، این کازویا میشیما بود فکر کنم، پسرش میشه فکر کنم. زد با موتور اینو انداخت. فکر کنم فایت داریم اونجا با این بنده خدا کازویا میشیما اگه اشتباه نکنم اسمشو. سلام علیکم. 世界に戦争の種をばらまいた大罪人が今さら何の用だ。 چی از من میخوای؟ پارات میکنم میشیما. カズヤ او کازویا میشیما بود اسمش. اوه فایت داری؟ お前の存在が世界に争いを抜かせ。その戦争を始めたのは貴様だろう。全てはデビルの血を根絶するためだ。貴様は自分自身すら否定するか。 وای فایت داریم. اوجی گرافیک چقدر خفن شده. یو حسین ابوالفضل گرافیکو ببین پشما. یو ابوالفضل یو حسین اوه اوجی خیلی گرافیکش کنه. موشتایی که میزنه خیلی هول میده. پشما. یا حسین پسر دوست داری همش مش بزنی تو این بازی. یا ابوالفضل اوه کی موشک زد؟ یا حسین داج بنازم بیا اینجا. اوجی چه خفنه فایت داد. اوه کسافت بگیر. وای بدارم پاره میشم. برو گم شو. وای نه یه لحظه واسه کسافت. اسپام نده حمید، با اسپام خیلی زشته ببریش. اوجی گرافیکش خیلی تغییر کرده. اوه شت. یو ابوالفضل اوه شت. او دیویل جین شد. یو حسین پشمام. فکر کنم چیزش بود، اون ایکس ریش بود. 茶番はいい。さっさとデビル化するがいい。 میگه بیا سراغم شیطانو درون تو بیار بیرون. 全てを終わらせる。 میکشم تو تموم این داستانا رو تموم میکنم. او دیویل جین شدیم یا حسین. یا حسین صافت بیا جلو. اوی ریدم برو گم شو. آی من کمباین بلد نیستم. بگیر. یو حسین الله میگه دمیج میخوره. اینجا
حاجی پارش کردم. یا حسین بزن پارش کن. همینو بزن. وای 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 بد داره میزنه. بزن دیگه. بزن ریش بزن روش. ایکسه بزن. ایفون نگرفت. وای آفرین. وای وای بدبخت شدم مردم. جون زدم یا خدا. پشما واسه یه جور اینجا چیز دیده که حتما من بکشیم. داشت یه لحظه واسه دم خاک. حالا اگه خورد بمیر دیگه. یا ابوالفضل بمیر. حاجی یارو ترکید دیگه. یارو به چوخ رفت. کشتش. پشمام داشتی نمیمیره ولیو. چه استوری مودی هم درست کردم برای. یا ابوالفضل کل طبقات جیر داد اومد پایین. یا حسین هم دیویل شده جی. سلام بر دیویل میشیم ها. بیا جلو. یا ابوالفضل یا حسین مردی دادش مردی. دمیج هم دادی به ما دمت کن. حاجی ترکید من. یا ابوالفضل بابا دلقک. اوی 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 اولا که دمیج خورد اینجا. وای وای خیلی بد داره میزنه بهمون. خیلی بد داره میزنه. وای حاجی خیلی داره بد میزنه. من میخورم این سگ این رانده ازش. دیگه دمیج نمیخوره حاجی. این دمیج نمیخوره اصلا. اینجا اوه مردم. نگاه اصلا دمیج نمیخوره. میزنمش اصلا این خیالش نیست. اوکی از اول. صفت بابا دمیج بخور. نگاه میزنمش اصلا عقب نمیره. خیلی سگه اوچی. دوتاش من نمیدونم داره چه بلایی سرم میاد. همینه بزن. چرا من همونقدر گارد میگیرم تأثیری نداره. نه سگ جودتر از این حرف هست. بگیرش شونو مادر بگیرش. آره کثافت. یا ابوالفضل داداش یا حسین توی سفت چیر دادی اون رو. حاجی خیلی سگه این. من نمیتونم روش باستم. آرام کرده چی چقدر سگی تو. درجه سختی میریم پایین تر. یه جلو اوی چی کارش کردم. یا حسین حالا من بزنم باشه. اینجا
دارغاک باریکلا داشمی باورتون میشه اینقدر بازی هیجان بالاست متوجه نمیشم که غلطی دارم میکنم. چه صافت بمیر بمیر دیگه حاجی. دارغاک سگ وای نمیمیره وای یو سگ میشه. ریج ما در نیار کثافت. خودت خواستی اوکی خودت خواستی. بیا ضربات نهایی پارت کنم. یو ابوالفضل تموم شدی؟ یا حسین دوباره اومد اتک کرد. بابا چقدر سگجونی نمیخوای بمیری؟ یا ابوالفضل حاجی زد کشید من دمیجی چرا تشکیل بزنه منو؟ یا حسین 俺の血を引いていながらこの程度か。俺を殺さなければ میگه این تمام طوریه که تو میتونی از اون خونی که من بهت دادم استفاده بکنی. اون خون شیطانی رو فکر کنم این بهش شده. داره مردم میکشه. این یارو تو تکن 3 بود. باز تکن 3 بودی. اوجی چقدر سگه این. مردم میخواد بکشه کثافت. نه البته جینکازاما رو میخواد بکشه. بخش داستانی چقدر باحاله پشمام. اولین بارم میدم تکنی بخش داستانی درست حسابی زده. این نینجاه این هم از تو تکن هست. Admiral, a few city blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile, ignorez ça. Reben, donnez la priorité au sauvetage des survivants. این کاراکتر جدیده. Vous vous montrez finalement tel que vous êtes vraiment. چی شهر رو نابود کرد یارو. 全世界の人類に告げる。貴様ら人類は武器や兵器に頼りすぎ軟弱な生物と化した。この世界を牛耳っているのは自ら戦うことを忘れた弱者どもだ。臆病者が作った社会やルールになぜおとなしく従う。バカバカしい。目を覚ますがいい。くだらぬ世界のルールを俺が書き換えて。 یارو میگه قوانین این دنیا رو من مینویسم و اینا میکشمتون. چرا دوست دارید چیز بکنید آدم احمق. حاجی این یعنی کل دنیا رو نابود کرد. پشمام کل ماهواره رو زد.ザ・キング・オブ・アイアンフィストトーナメントの開催を宣言する。強き者はトーナメントに集え。己の拳で یه تورنمنت گذاشته گفته بیاید اونجا فکر کنم. ただし力を示せぬ弱者は国ごと消えてもらうことになる。さあ全人類よ بعد فکر کنم 世界を
گفت تو این تورنمنت هم هر کی بمیره کشورش کلا به چخ میره، این نابود میشه فکر کنم به بازه. پشمام یارو من تورنمنت درست کرد، چه تورنمنت پشمریزونی. کل نمیدونم دقیقا این بود ولی منظورش 80-90% همین. چرا افتاد تو آبی؟ این کیه؟ دیویل جین اینجا چیش؟ میگه یه رو در دو بزن دیگه نمیذارم تو بیای تو من، دستشو نمیگیره. من مثل اون نیستم. این مادرشه؟ یاش افتادی مردی یا بازی ترسناک شد یو. چرا یا حسین دیروگونه چقدر من یاد تیکن 3 میندازه. تو باس تیکن 3 میندازه، آخرش اینه اشتباه بود میزدیش. بازی تازه شروع شد اینجا. استوری مودش واقعا خیلی خفن بود. ببین من استوری مود تیکن 7 رو بازی کردم و میتونم بگم خیلی قشنگ، میتونم بگم 2 سر و گردن از اون بالاتر بود استوری مودش، هم از لحاظ کاتسیناش هم منو گرفت واقعا. او این چیز میشیماه یه برجی بود، این تو تکن هفتم بود، یه چیز نظامی بودن اینا. اوه ترکی تاش اونجا پشمام. این کنم چیزای تکن 7 داره نشون میده اتفاقاتی که اونجا افتاد. آره همونه. دهن اینو پس تو تکن 8 قرار سرویس کنیم. این یارو کی اومده اینجا پرونده جنایی باز کرده؟ فکر کنم دموش تا همینجا بود استوری مودش. Thank you for entering H demo. You ever continue rest of this mode the full version of the game. دیدی؟ نه میگه میخوای بخری الان؟ نه. اوکی چپتر یکیش رفتیم واقعا باحال بود. بریم حالا یه دست ببینیم کیا رو داره تو. امی چورتو رو داری؟ صاف الله رو میذاشتی دیگه. من با کی بیام؟ جینا که دیدیم گیم پلی شد. بذار پاور بیایم در نینا. اینا رو همه رو یه گیم پلی باشون میریم. رو هارد میذاریم ببینیم چند مرده الله جان. ولی چه گرافیکی داره پسر، خیلی خوبه. مپایی که داره. اول این مپ رنگ و رنگیه رو بریم. اینو رفتیم فکر کنم. اول اینجا رو بریم. مدام سری لود کنه. تو چیزش خیلی کند بود. آها ایوه. تکن اپ لودش خیلی کند بود بچه. که از نقطه ضرباش لودینگ شد به نظرم. اوکی. موزیکا رو ببینیم چجوری. یا ابوالفضل.
اینو میزنی کلا قدرت مشتایی که میزنی بیشتر میشه. آریه که تو بزنی یه چیز آبی رنگ اون بالا هست بچه، اونو میتونید یوز بدید. یا ابوالفضل اوجی خیلی خفنه. او دیگه سراندم کرده فایت با چیزو، دورانده دیگه نیست. یا حسین البته مپای تکن هفتم اینجوری بود، میرفت یه لوکیشن جدید. یا ابوالفضل یا حسین اوی بارم کرد. اوجی مشتاش خیلی حال میده، جدی دارم میگم خیلی خفن در تکن هفت دیده. عجیب غریب خفن در از تکن هفتا بردیم. نایس. گرافیکو ببین پشمام. خب سلکت کرکتر، بریم یه کرکتر جدید برداریم. یه دونه چیز هم دارم، کازویا برمیدارم، برای همین چیز میدیم پاور فینیکس. این سری میریم اینجا. یا ابوالفضل لودش خیلی خوب شده. اوچی خیلی گرافیکش کاده پسر. بگیر. اوه ببین دمیجش چقدر خوبه. وای موزیکای بازی رو ببین هجی، خیلی گرافیکش خفن شده پسر. مشتایی که میزنن اصلا آدم حال میده. این که رو آش خورد. بمیر دلغک. خوجی خیلی خفن شده گیم پلیش، همه چیش خفن در شده. اصلا موش میزنی صداشو نگاه، صداش آدم آجی حال میاد. چرا چقدر بیشتر موش میزنی. ساوند افکت بازی خداست. داشت خیلی سطح هاردکوری ها. اوی بمیر دلغک، خیلی ایزی میمیری. پسر اصلا آدم حال میاد اینو بازی میکنه، جدی دارم میگم، به روح هم داره آرامش میده. خیلی خوبه گیم پلی. اصلا گیم پلیش ببین اینقدر ساوند افکتش خوبه، گرافیک اینقدر خوشگل تره، پشمای آدم میریزه. اوکی بریم گیم پلی نینا هم بگیریم. با نینا بریم در برابر جینکازاما. این سری بذار ویری هارد بذاریم شاید بتونن یه کاری بکنن. بریم میسیم مپ اولیه دیگه. Let's go. یا حسین بیا داداش. موزیکو ببین، موزیکای تکن اصلا خیلی خوبه. بیا اینجا. موزیکو نگاه کن. اشما برو گم شو. وای نگرفت. بگیر عشقا. داداش اینجوریه پسر، چقدر مش زدنش خوبه. نگاه کن چقدر زومای خیلی خفنی میشه. نگاه اصلا اکشن بازی چقدر بیشتر شده. بوسترم میخوره. اوی 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 پارم کرد. حالا منم. او پاره شدم. واه یا حسین
روندش گرافیکو نگاه کن آجی، خیلی خوبه، موزیکش هم خیلی گله آجی، خیلی گیم پلی خفن شده. یا اول یا سه آجی خیلی داره بهم حال میده جدی. کاش لاو بود آجی، اگه لاو بود خیلی خوب. نداشت نمیخوام، گیر داده بخر. آقا من میخوام دیسک بخرم. برو تو چیز یه دست کوست هم بریم. نه ای بابا این سری اون گزینه‌ای که آورده بود سری میتونستیم کرکتر رو عوض کنیم با مپ. دیگه نیاز بود تا منو بریم. بذار بریم منو، یه سر بریم منو. میخوام ببینم این کوستا چجوری. آنلاین هم داره مگه؟ نه هنوز نیومده آنلاینه. کاستومایزیشن هیچی نیاورده. آرکید کوست رو بذار بریم ببینیم چی داره آقا. او این مود آرکیدشه، آورده بودم میگفتن خیلی خفنه. پشمو چه باحال. اینجا با کرکتر هم دیگه میریم بازی میکنیم. هر کی هم کرکتر خودش کاستوم میکنه میره اونجا دنبال حریف میگره بازی میکنه. فکر کنم این شکلیه. ببینی پشما حاجی، او لیگ اینا داره. پشما چه خفن. اینش خیلی حرکت باحالی گذاشتن. حالا آرکید کوستش ببینیم چیه. Draw in the world taken. This is your story. این داستان توه. کرکتر خودمون رو میسازیم. اولی شت چقدر باحال شده بازی. اوه no so wasn't here. Yo saying you were نمیدونم با ما حرف میزنم، حوصله حرف زدن حرفاشون ندارم واقعا. اونم کرکتر الان مثلا میتونم بسازم برای خودم. یعنی آنلاین چیه؟ فکر کنم مود آنلاین داره. او این تازه وارد این ماین مثلا اومده بود اینجا زنگ زده بود. اوکی ما رو داریم برای داخل. داره فضا رو نشون میده. خب اینا رو دیدیم داداش، میدونی چیه. اسکیپ توتوریال. توتوریال نمیخوام، بلدم. Taking it as the name of the game, Spirit of Fight. تورنمنت هم میگه میذارن اینجا. اینم اسپیشیال تورنمنته که دارن بازی میکنن. آجی خیلی خفنه. یعنی ما میتونیم بریم اونجا تورنمنت همدیگه رو نگاه کنیم. چه باحال. بقیه وای میسن نگاه میکنن بازی. یکی ها رو نگاه کن. اوه پشیما. یو حسین اوجی این چیزه که آوردن شارژ میشه میزنه خیلی تو کمبو تاثیر داره. مثلا این برد قیافه گرفته شبیه خود کازم میشیما همه. یه کسی هست که بیاد امروز ببره. الان تازه شروع شد. خب بیگینریم اینجا ما. تازه بریم اینجا. فکر کنم هی چیزمون بالاتر میریم لوکیشن های دیگه. بریم تستیه رو اینجا هم ببینیم. از اینجا تازه باید شروع کنیم. خب میشه داداش به من یاد بدی؟ من بس توضیحات. آها بالاخره ولم کرد. خب داداش باید چیکار کنم؟ بگو ببینم. Pick character you want to fight with. Now come and challenge me. میگه با این با فایت بدیم. اوکی میشه لا بردارم؟ لا هست الان اینجا بابا. همینان ای شیت به کیو بردارم؟ این زنه خیلی خوب بازی کرده. بیا داداش
بیا با تو هم یه فایت بریم. اوه تو هم کرکتر من آوردشی. اینجا قبل اینکه چیز شه میتونیم تمرین بریم. داش بیا بابا بیا، میدونم بلدم. یا ابوالفضل اشمام چه چیزایی داره. آریه که پشت سرم بزنی حرکت ها رو انجام میده. یا آماده ای؟ بریم داداش بریم. وانا ترای نه بریم من دهن تو رو سرویس کنم. بریم پارش کنیم این دوستمونو. آرکیدش مطمئنم میتره کنه بچه بینه بازی فایتینگ. هیچ بازی فایتینگی اینقدر آرکید خفن نداره. تو بری پلیرها رو اونجا ببینی دارن با هم بازی میکنن، بعد یه صفحه اونجلو باشه ببینی بازیشون، خیلی خفن میشه. اوکی او کرکترش هم کاستوم کرده. این کرکترش چه کرکتر دیگه است آشغال. چرا اینا رو به ما نمیدی؟ کثافت. اوی پارم کرد اینو بگیر. یا ابوالفضل چه کومبایی میزنه داشمی حاجی، خیلی خوب بازی کرده. اینجا اینو بگیر. زورد حاجی خیلی کومباش خفنه. پشیمام پارش کردم. بابا من خیلی داره حال میده بهم. کاش زودتر بازیش میومد. ایشه خیلی داره حال میده. دوباره برگشتیم تو آرکید. چی میشه بعدش؟ خیلی چاکریم. داره ما رو بقیه معرفی میکنه. چاکرم داداش خیلی خفنم من. میدونم این نباید چون تو هم میخوای مخ منو بزنی. من بهش کی فایت نه. اینم خب با اون فایت بده الان. اوه میتونیم الان با یکی فایت بدیم. برم بشینم فایت بدم با اینم. اوه نیو چالنجر. پس برای اینکه پلیر پیدا بکنیم باید بیم بشینیم پشت اینا و کلا هم یه کرکتر میتونیم برداریم بعد عوض کنیم. این کثافت شاهین داره. تکن هفتم بود. اوچی چی زدم بهش داشت. برو بمیر با برف سال بعد بیا. پشیمام خیلی حال میده تکنم. ببین گیم پلیش به قدری خوب شده من اصلا دلم میخواد 2 ماه نمیتونم صبر کنم. اینو بگیر. اینم ضربات آخره. خدافظ خسته نباشید میگم به دهنتو سرویس. کرکترهایی که من دوست دارم و داری داشت شده. کاش کرکتر بهم میداد رنگم میرفت بالا. بلدم اینا رو تکن بازی کردم داداش. چقدر چسبید پسر. خیلی لتس پلی بهم حال داد بچه‌ها. واقعا چه لتس پلی پرپر و پیمونی بود. اوکی بلد شدم داداش دمت گرم. میتونی بری قدم بعدی. نه توتوریال نمیخوام داداش. داش کومبو میگفت بیاد یاد بدم. اوکی اند رنک وانسی. حالا میگه یه دونه دیگه بریم یه مچیگم بزنیم. خیلی حال داد. این دیگه آخریه. جدی این آخریه. بعدش میرم دیگه. خیلی حال میده گیم پلی. بابا برایان فیوری داره. خب من ریدم دهنه. به ما همین کرکتر رو تو دمو بده دیگه. یا حسین چه اسکینی هم براش گذاشته. داداش توتوریال برای من نذار. من بلدم. بنده خدا اصلا تونسته دمیجم بده. اینو بزنم. نزدم به تو اینا. ضربه آخر رو نداشت بزنم.
چی میزنه دهن سرویس. وای دمیج نخورد، باورم نمیشه. ریج دارم، اوجه میزنم. واه یو حسی خدافظ. واه جی جی خیلی حالا اومدیم دانه دو. خیلی حال میده پسر، دهنت سرویس. وای تا بهمن باید واسیم بهت بازی میکنم. 8 بهمن بیاد. این نیو چالنجر چی آقا؟ نمیخوام بازی کنم. او نیومده چالنجر دیگه اومد، مجبوریم دستم بازی کنم. یا عزیزم او چه کیوتی شد عزیزم. اونجا واو چه دمیجایی میدی داشتم. چقدر مشتش خول میده. بابا عقبی با من بازی نکنم، اینجوری میزنم ات داداش. دمیجو دیدی؟ خداحافظ. اینو بگیر. حالا وقت شمی زود باجی خیلی حال میده مشتاش. اصلا مشتاش ایتیو دوباره. اشما رفتیم دانه دو. اوکی بیتیم تو آرکی. نیو چالنجر ندیا زدیم جیر دادیم، کل گیم نتشونو جمع کردم آجی. داش باچه خاری نکن، میدونم همه رو زدم دیگه داش. اینجوری ما دیگه. دمت گرم آقا، مرسی که دیدید این لیتس پلیو. واقعا خیلی چسبید. از تکن 7 همه چیش بهتر بود. این آرکیدی که اضافه کردن، اون نوع موش زدنش و ساوند افکتش، گرافیک بازی، همه چی عالی بود. فقط بعد واسیم تا 8 بهمن بازی بیاد. اون موقع بیاد دوباره یه لیتس پلی براتون میذارم. بخش داستانش فکر نکنم بذارم چون دوست ندارید. و اینکه مرسی که دیدید. لایک و کامنت یادتون نره. و اینکه تا ویدیو بعدی یا